سلام، بازم یک خبر خوش برایتان دارم. در این ویدیو برایتان طریقه فعال سازی در رمزهای اینستاگرام از صفر تا مرحله در رمزهایش برایتان آموزش میتم. چنانچه برایتان در ویدیو قبلی گفتم که اگر اونمو ویدیو ما 5000 لایک بگیره برایتان آموزش میتم. گفتم ولی 5000 لایک شما پوره نکردین، ولی بازم ما شما را دوست دارم. گفتم که بیا اگر اونا پوره نکرد لایک خیر است، ما بازم برایتان آموزش میتم. اینجا اسکرین گوشی محمد لایو برایتان آموزش میتم که چگونه در رمزهای اینستاگرام شما میتونین فعال بکنین. ببینین اول برایتان آموزش میتم و در آخر ویدیو برایتان یک گفتنی هم دارم، او را با دقت بشنوین. خب ویدیو را اسکیپ نکنین، بعد از او بر ما پیام ندین یا کامنت نمانین که بر ما از من نشد نمیفهمی شد. ویدیو را مکمل ببینین. اگر مکمل ندیدین کامنت هم مانده، کامنت های شما را جواب نمیتم این بار. خب اینجا من اکانت اینستاگرام خود را برایتان باز میکنم و در رمزایش هم فعال میکنم و در آخر ویدیو هم گفتم که گفتنی دارم، او را باید تا آخر باز بشنوین. خب این اکانت اینستاگرام مسته ببینین 1696 فالوور دارم. اگر شما 500 فالوور هم داشته باشین میتونین در رمزهای اینستاگرام تان فعال بکنین. به خاطر فعال سازی از اینجا بالای سه نقطه کلیک میکنین و بعد از اینجا وقت تنظیمات اینستاگرام تان باشد یک کمی پایین بیاین. اینجا یک اپشن است به نام کریئتر تولز اند کنترل. درست است، بالا از یک کلیک میکنیم و این حال در بالا ببینین اپشن گیفت آمده. درست است، این گیفت هم یک طریقه درآمد اینستاگرام است، یک پروگرامش است و یک گزینه دیگه است ریلز است. خب او را برایتان آموزش میتم. از همه اول اینجا بالای گیفت کلیک میکنیم و اینجا ببینین باید شما الیجیبل باشین، 500 فالوور داشته باشین و هر ویدیوهایی که شما در اینستاگرام آپلود کردین، یعنی ویدیوهای کوتاه ریلز، مطابق قوانین اینستاگرام باشه. ببینین الیجیبل سبز است. از ما اینال ما میخوایم که را فعال بکنم، به خاطر از ببینین استارت ارنینگ فرام گیفت میگه. بالا از زن کلیک میکنین و اینجا که از حساب بانکی تا را وصل میکنین و اینجا یک چیز دیگر هم از صفر برایتان گفتم آموزش میتم. ببینین از ما داره ولی از بعضی هست که اینمی گزینه را نمی داشته باشه، به خاطر که اکانت شما پرسونال است، یعنی شخصی است. باید اکانتتون را با پروفشنال تبدیل بکنین. ببینین اینجا ما اینمی را اول با از ما که است پروفشنال است، ببینین پروفشنال داشبورد ایرا اول ما با پرسونال تبدیل میکنم. قبل از اینکه در رمزهای اینستاگرام تان فعال بکنین همین گونه در تنظیمات بیاین. اینجا اکانت استاتس است، بالاش کلیک میکنین. اینمی هر چهارش هم باید سبز باشه، اگر یکش زرد یا سرخ بود هیچ وقت فعال سازی در رمزهای اینستاگرام تان فعال نکنین، به خاطر که قبول نمیشه و هیچ وقت شما دوباره درخواست داده نمیتونین. این را باید متوجه باشین. ببینید مونتایزیشن سبز است، اگر من بالش کلیک کنم you are able to monetize میگه، این حال تو میتونید درآمد بکنی میگه. درست است. این حال کسایی که اکانتشون شخصی است و میخواین که با پروفشنال تبدیل بکنین، به خاطر از این اینجا دوباره میاین بالا اینم کریئتر تولز اند کنترل کلیک میکنین و بعد در پایین بیاین اینجا که است سویچ اکانت تایپ است، بالاش کلیک میکنین. ببینین سویچ تو بیزنس، سویچ تو پرسونال است. ما بالای پرسونال کلیک میکنم و بعد از او منتظر میباشیم این به پرسونال تبدیل شه، یعنی از پروفشنال به شخصی تبدیل میشه. ببینین اکانت ما از پروفشنال به پرسونال تبدیل شد. اینال میایم دوباره در پروفایل کلیک میکنیم. ببینین اینجا پروفشنال داشبورد حذف شد، یک بار رفرش هم میزنیم. ببینین اگر اکانت شما این گونه بود پرسونال بود شما نمیتونین در رمزهای اینستاگرام طرف فعال بکنید. ببینین او گزینه ای که گیفت آمده بود او گم میشه. اینا بالای سه نقطه کلیک میکنیم، دوباره میایم در پایین اینجا آپشن چرا کریئتر تولز پیدا میکنیم. کجا شدم؟ این اینجا است اکانت تایپ اند تولز است، بالاش کلیک میکنیم. اینجا ببینین هیچ اما گزینه گیفت بر ما نمیاد، به خاطر که گم شد. اکانت ما از پروفشنال به پرسونال تبدیل شد دیگه. و همچنان از اینجا هم چک کرده میتونین. در پایین من اکانت استاتس کلیک میکنین. پیشتر 4 دانه بود نه، اما آپشن سبز فعلا 2 دانه شد، چرا که اکانت ما از پروفشنال برآمد. این حال ما مجبور هستیم که اکانت خود را به پروفشنال تبدیل بکنیم. همین گونه بیاین در تنظیمات اکانت تایپ کلیک میکنین و بعد از سویچ تو پروفشنال است، بالاش کلیک میکنین، نکست میکنین و بعد از اینجا کاتگوری اینمی اکانت را انتخاب میکنین. از ما که است ویدیو کریئتر هستم، ویدیو یعنی ویدیو اپلود میکنیم. سویچ تو پروفشنال است و ایرا دیسپلی را ایرا فعال میکنین و بعد از سویچ میکنین. یک 10 ثانیه طول میکشه که به پروفشنال تبدیل شه و منتظر باشین. ویدیو درست است یک کمی طولانی میشه ولی نقطه به نقطه مرحله به مرحله برایتان آموزش میتم که شما با مشکل روبرو نشین. و بعد از این گونه یک صفحه میاد اینجا شما پرسان میکنه که کریئتر هستین یا بزنس، یعنی یا شرکت هستین. میگه ما کریئتر هستیم، اما بالا را انتخاب کرده در پایین نکست کلیک میکنیم و بعد از شیر لاگین یوزینگ اکانت سنتر اینجا نات نو کلیک بکنین. خب این حال اکانت ما با پروفشنال تبدیل شد. این حال دوباره میایم در
پروفایل ببینین یور کریتر اکانت از ریدی میگه، اسکیپ میکنیم. این حال ببینین پروفشنال داشبورد اینجا اومد. و این حال دوباره میریم بالای سه نقطه کلیک میکنیم، پایین میایم اینجا ببینین کریتر تولز دوباره آمد، بالاش کلیک میکنیم، گیفت هم در بالا آمد. این حال بالای گیفت کلیک میکنیم و بعد از اینجا start earning from gift است، بالاش کلیک میکنیم و بعد از select your business info میگه. اینجا که هست بالای انمی عبداللطیف اوسر کلیک میکنین، نامتان میای. اگر خواستین به نام یک نفر دیگه هم پیوت جور کرده میتونین. پیوت که هست یک حساب بانکی را میگه. از من اتومات عبداللطیف اوسر آمد. اگر خواستین ببینین add new business info بالاش کلیک میکنین، اینجا به نام یک نفر دیگه، مثلا اگر خودتان در افغانستان هستین به نام یک نفر دیگه ای که در خارج اگر کدام شناخته دارین، برادر، بچه کاکا، بچه ماما، کاکا ماما، خانم ماما، دختر ماما، مچم، خلاصه یک شناخته تون باشه. به خاطر که حساب بانکی افغانستان فعلا کار نمیکنه، ولی در ویدیو بعدی طریقش برایتون آموزش میدم که شما در افغانستان چگونه میتونید از اینستاگرام درآمد داشته باشین. خب فعلا من به نام خودم میخوایم جور بکنم، از این خاطر از اینجا میبرم، اینم عبداللطیف اوسر که سلکت میکنم و بعد از در پایین نکست کلیک میکنم و اینجا نام من میآید. ببینین عبداللطیف اوسرگ اینجا یک فاصله بتم به خاطر که نام ما یک کمی فاصله داره. خب عبداللطیف اوسرگ و اینجا تاریخ تولد ما آمد. کشورم ببینین ترکیه را هم قبول میکنه، فعلا کشور ترکیه درست است. این حال در پایین دوباره نکست کلیک میکنیم و اینجا انتر بزنس اینفو میگه. این حال شما اینجا پیوتتون را منظم اینجا را با دقت ببینین. اگر یک اشتباه بکنین، اگر چی هزاران دلار هم شما درآمد بکنین، درآمدتان در حساب بانکیتون نمیآید. کانتری در کشور که هستین همون کشور انتخاب بکنین. اندیویدوال اینجا ببینین بزنس تایپ است، بالا از این کلیک میکنین. ببینین اینجا LLC است، پارتنرشیپ است، یعنی شرکت است، کمپانی است. ما شرکت هم نداریم، کمپانی هم نداریم، هیچ چیز نداریم. از این خاطر اینجا اندیویدوال انتخاب میکنیم. اندیویدوال شخصی را میگه. خود ما یک کریئتر هستیم، یعنی یک ویدیو کریئتر هستیم، محتوا تولید میکنیم. از این خاطر اینجا اندیویدوال انتخاب بکنین و بعد اینجا نکست کلیک میکنین. اگر شما LLC یا کمپانی را انتخاب بکنین، از شما باز بعضی اسنادا را میخواد که شما ندارین. حتی بابا کلانای ما نداره، چون بابا کلانای ما شرکت نداشت. نه اینجا نامتان دوباره میآید عبداللطیف اوسر، تاریخ تولد و این حال اینجا پرایمری آدرس میگه. این حال آدرس خانه تون رو نوشته میکنین. آدرس خانه ما کسه کجا شد اینو میره کپی بکنم، از یادم رفته. خب من اینجا آدرس خانه را کپی کردم. این حال میایم دوباره در اینستاگرام اینجا آدرس خانه خود را نوشته میکنیم، یعنی من کپی کردم پست میکنم اینگونه. ولی فیسبوک اینستاگرام هم مثل فیسبوک واره، یعنی الفبای ترکی را قبول نمیکنه. مثل که ببینین پایین اس که هست نقطه داره، این را پاک میکنم، بجای از او نوشته میکنم پاشا اینگونه. و یا هم یک بار ببینیم شاید امتحانی نوشته بکنم، شاید قبول بکنه. این آدرس خانه ماست. سیتی را انتخاب میکنیم. سیتی زیتون برنو نوشته میکنم. زیتون برنو. پستال کد است. پستال کد چند است؟ و در پایین از زیپ یا پستال کد میگه. پستال کد که است اگر شما در هر کشوری که هستین فقط اونمو منطقه تون در گوگل آمده نوشته میکنین. مثلا من اینجا نوشته میکنم نوری پاشا. نوری پاشا پست کد. ببینین اینجا برایتان میکشه. اینی است 340 25 بوده. ببینین اگر شما در اروپا هستین، در هر کشوری که هستین، اگر نمیفهمین پست کدتان چند است، بیاین در گوگل نوشته بکنین، گوگل برایتان میگه. خب 340 25 و بعد از پان نمبر میگه، شماره خود نوشته میکنم 0538 735 و اینجا یک ایمیل آدرس نوشته میکنین. ایمیل آدرس خود را هم نوشته میکنم به نام عبداللطیف اوسرگ. این میره و این حال اینجا که هست تکس آیدنتیفیکیشن نمبر میگه. این حال اینجا کد مالیاتی را نوشته میکنین. کد مالیاتی اگر ندارین میرین در دفتر مالیات در کشور که هستین، میگین که ما کد مالیاتی خود را میخوایم، برایتان میته. اگر ندار در اقامه تان تیجی نمبر نوشته میباشه، اونمو را اینجا چی میکنین؟ نوشته میکنین. من این حال تیجی نمبر خود من نوشته میکنم. عکسش اگر باشه این میرم کپی بگیرم. خب من تیجی نمبر خود را هم کپی گرفتم. این حال میایم اینجا بالای از اینجا پست میکنم. ببینید اینجا تیجی نمبر خود را پست کردم و این حال در پایین که هست وات جیسی رجستریشن نمبر میگه. این اپشنال است. اپشنال به معنای اختیاری، اگر نوشته میکنین هم میشه، اگر نوشته نکنین هم هیچ مشکل نداره. خب این حال در پایین اینجا تکمار است، بالای اینم تکمار کلیک میکنین و بعد از یک چیز مان به نظر من ایره قبول نکرد. گفتم که اینم الفبای ترکیه را قبول نمیکنه. ببینید علامه سرخ آمد. با جای اینم اس اینگونه نوشته میکنم. نوری پاشا محله، درست از زیتون برنو. خب من اینجا آدرس خانه را مکمل نوشته کردم. این حال در پایین نکست کلیک میکنیم
و منتظر می باشیم یک صفحه دیگه می آید از ما حساب بانکی پرسان میکنه. خب ببینید لینک یور پایپل اکانت یا منوال لینک بانک اکانت. اگر خواسته باشین حساب پایپل هم وصل کرده میتونین یا حساب بانکی را هم. ما حساب پایپل ندارم از این خاطر حساب بانکی خود را وصل میکنم. منوال لینک بانک اکانت است، بالش کلیک میکنیم و در پایین میایم. ببینین اینجا این صفحه بالا کش میکنیم. اینجا که است آیبان نمبر میگه. آیبان نمبر اینمی حساب بانکی تا اینجا نوشته میکنین. من اینجا حساب بانکی خودم باز کرده آیبان نمبرش کپی میکنم. این آیبان نمبر است. ببینین در امی حساب بانکی تان بیاین از امی اپلیکیشنش از اینجا کپی میگیرین. اینا ایرا چی میکنین اینجا پست میکنین آیبان نمبر، یعنی اینمی حساب بانکی تا اینجا پست میکنین و بعد از اینجا لینک پیوت متد است، بالش کلیک میکنین و منتظر میباشین حساب بانکی تانم به این سادگی وصل میشه. اینال اصل کار از اینجا شروع میشه. اینال فرم مالیاتی امریکا باز میشه. ببینین add your tax info میگه. اینال اینجا add tax بالا از اینجا کلیک میکنیم و بعد اینگونه یک صفحه میاد. اینال اصل کار شروع شد. اینجا اشتباه نکنین، به خاطر که گفتم اگر یک اشتباه را اینجا انجام بدین هزاران دلار هم شما درآمد داشته باشین درآمدتان در حساب بانکی تان نمیآید. اینجا ببینین یکی از فرم مالیاتی است. ببینین اندیویدوال برایتان زوم میکنم. اتومات ما اندیویدوال انتخاب کرده بودیم این شخصی خو اینجا خودش اتومات میآید. بزنس که شرکت میگه و در پایین از شما پرسان میکنه آر یو US citizen، یعنی شما شهروند امریکا هستین یا شهروندی امریکا را دارین. اینجا نو را انتخاب میکنین. ما چون افغان هستیم نه اقامه از را داریم نه شهروندی امریکا را داریم، از این خاطر اینجا نو را انتخاب میکنیم و در پایین هم یک سوال دیگه پرسان میکنه آر یو اکتینگ، ما اینجا نو را انتخاب میکنیم. دوباره نکست کلیک میکنیم و بعد از اینجا یک صفحه دیگه باز میشه. اینجا که سلکت کانتری سیتیزنشیپ میگه را انتخاب کرده کشور ترکیه را انتخاب میکنیم به خاطر که ما از کشور ترکیه را درخواست داده هستیم. اینجا ترکیه است انتخاب میکنم. شما در هر کشوری که هستین اونمو کشور انتخاب بکنین، درست است. و بعد از اینجا اینم تین نمبر همون تیج نمبری که گفتم اگر شما کد مالیاتی نداشته باشین همون سریال نمبر همون آیدی کارت تان، مثلا کسایی که در اروپا هستن همون سریال نمبر هم نوشته بکنین میآید. ببینین از ما اتومات آمد چون نو پیشتر نوشته کرده بودیم. اینا در پایین میایم. اینجا I have US 10 که است ایرا تکمار نمیزنین به خاطر که اگر ایرا تکمار بزنین از شما کد مالیاتی امریکا را میخواید، چون ما شهروندی امریکا را نداریم از خاطر ایرا خالی میمونیم و در پایین نکست کلیک میکنیم و بعد از اینجا که است کانتری ترکیه آمد، آدرس خانه، آدرس لاین 2 که است آپشنال است اختیاری است. اینجا هیچ چیز نوشته نمیکنین. سیتی زیتون برنو استیت یعنی چی است استانبول است و بعد از زیپ کد اینی است. دوباره نکست کلیک میکنیم. اینجا دوباره نکست کلیک میکنیم و اینجا که است سه گزینه برایتان میته 0% انتخاب میکنیم بالا را و بعد از نکست کلیک میکنیم و اینا در پایین میایم. اینجا سیگنچر میخواد از ما. ببینین اینجا ایرا تکبار میزنین سیگنچر میگه، به جای سیگنچر عبداللطیف اوستر نوشته میکنین. این گونه عبداللطیف اوستر همین نامتان را اما پیاوتا به نام هر کسی که جور کردین نام و نمره اینجا نوشته میکنین. این نال امضا میشه و اینجا تاریخ هم دست نمیزنین به خاطر که بعضیا تاریخ تولد خود نوشته میکنه که اینجا واز اشتباه نکنین. نخیر این تاریخ ارسال فرم است. ببینین تاریخ 2025 26 2 است. اینال در پایین نکست کلیک میکنیم و این فرم مالیاتی ماست. اینال اینجا میتونین اسکرین شات بگیرین. اگر در آینده از طرف دولت برای شما کدام مشکلات پیش میشه میتونین ایرا باز نشان بدین. میره اسکرین شات میگیرم این گونه از آخرش هم میگیرم و اینال بالای سابمیت فارم کلیک میکنیم. به همین سادگی نه در مزای اینستاگرام ما فعال شد. البته در مزای گفت است. خب اینجا هم یک اسکرین شات میگیرم و اینا در پایین دن کلیک میکنم. اگر در آینده خواستین ایرا شما میتونین دوباره تغییر هم بدین. ببینین آپشن آپدیت آمده. ما فعلا نمیخوایم تغییر بدیم، فقط در پایین دن کلیک میکنیم و اینا منتظر میباشیم ببینیم که قبول میشه یا نمیشه. خب اینا you can now earn money from gift میگه. اینا شما میتونین از اینستاگرام درآمد بکنین میگه و به خاطر از شما چیکار میکنین میگه create and share reels just as you have before میگه. ایرا ترجمه میکنیم. چی گفتم من انگلیسی را نمیفهمم، ببخشید ایرا فارسی انتخاب بکنم. حلقه ها را درست مانند قبل ایجاد و به اشتراک بگذارید گفته، یعنی ویدیوهای کوتاه باید اپلود بکنین. درست است میگیم. اینال بالای دن کلیک میکنیم و اینجا پیاوت ما جور شد. ببینین approximate earning فعلا $0 است به خاطر که تازه در مزه اینستاگرام خود را فعال کردیم. اگر ما بالایش کلیک کنم
اینجا که هست 0 است. خب اینا بعد از هر چقدر ویدیو کوتاهی که من در تیک تاک اپلود میکنم، ببخشید در اینستاگرام اپلود میکنم، ازش درآمد میکنم. و اینجا که هست یک چیز ناگفته نمونه، فقط درآمدزایی گیفت ما فعلا فعال شده. ببینین allow gift on reels، یعنی از بازدیداش فعلا فعال نشده. این هم در ویدیو بعدی برایتان آموزش میتونم. اگر خواستین لایک این ویدیو را اینال به 5000 برسانین اگر میخواین، به خاطر که طریقه ساختن اکانت پروفشنال برایتان در ویدیو بعدی آموزش میتونم و طریقه فعال سازی ریلز هم در ویدیو بعدی برایتان آموزش میتونم. اگر میخواین که برایتان آموزش بتم، باید اینمی ویدیو را به دوستایتان شیر بکنین. تا میتونین شیر بکنین، لایک اینمی ویدیو را به 5000 برسانین. پارت سوم میشه در ویدیو بعدی برایتان آموزش میتونم. اگر این بار به 5000 لایک اگر نرساندین، پارت سوم میشه آموزش نمیتونم، به خاطر که فعلا درآمدزای اینستاگرام که هست فقط برای چند کشور محدود فعال است. چون از ما که هست قابلیت درآمدزایی را داشت، ما فعال کردم، از شما نداره. چون شما نمیفهمین که آیا اکانت اینستاگرام شما قابل درآمدزایی هم است یا نه، نمیفهمین این چیزا را. اگر میگین در ویدیو بعدی برایتان آموزش میتونم. خب این بود ویدیو امروزی ما. یک چیز ناگفته نمونه، این هم باید داشته باشین، تاریخ ویدیو را هم باید داشته باشین. خب فعلا هیچ کسی در افغانستان مثل ما وره از صفر تا مرحله درآمدزاییش نه تیک تاک نه فیسبوک نه اینستاگرام برایتان آموزش نداده. اگر آموزش داده باشه، بیاین اونمو ویدیو را بکشین، تاریخش بکشین. اگر یک نفری که در افغانستان مکمل در دوره فیسبوک از صفر تا مرحله درآمدزاییش برایتان آموزش داد، ما بودم. میتونین در یوتیوب سرچ بکنین تاریخ ویدیو را. درست است بعضیا برایتان گفته که از فیسبوک درآمد میشه، ولی آموزش نداده، چون یاد نداشته یا شرایطش پوره نکرده، ولی ما آموزش دادیم. و همچنان تیک تاک مردم میگفت که شما میتونین از تیک تاک درآمد داشته باشین، به خاطر از باید 10000 فالوور داشته باشین، ولی من بدون فالوور برایتان آموزش دادم. یعنی همین از اکانت تیک تاک میسازین و همین از درآمدزایی شما شروع هم میشه. اینستاگرام هم امروز آموزش دادم، تاریخ هم باید داشته باشین. خب 26 فوریه است. هیچ کسی این گونه برایتان از صفر تا مرحله درآمدزاییش برایتان آموزش نداده بود. امروز ما برایتان آموزش دادم. و اگر پارت سومش میخواین، در پارت سوم چنانچه برایتان گفتم که اکانت شما را یعنی طریقه چک کردنش نشان میتم که آیا اکانت شما قابلیت درآمدزایی اینستاگرام هست یا نه، و یا اگر نبودم طریقه ساختن اکانت پروفشنال برایتان آموزش میتم. و به خاطر از لایک این ویدیو را به 5000 برسانین. تا ویدیو بعد همه شما را به الله پاک میسپارم. آزان دادار است. خدا یار مددگارتان. فعلا